سلام، من هنوز استانبولم. این جایی که میبینید میدون تاکسیم یا میدون تقسیم توی استانبوله که یه جای به شدت توریستیه، به خاطر اینکه همه میشناسنش دیگه. اولین جایی که میان مخصوصا ایرانیان عزیزمون اینجاست. این میدون وصل میشه به یه خیابونی به اسم خیابون استقلال. خیابون استقلال مهمترین خیابون استانبوله از نظر توریستی، به خاطر اینکه دیگه ته فروشگاه ها و برند ها و ایناست دیگه. الان سمت راستمونه توی تصویر میرم توی خیابون استقلال و سعی میکنم خیابون استقلال رو کامل نشون بدم و تا انتها برم که انتهای خیابون استقلال یه دقیقه این مجسمه رو با هم ببینیم. مجسمه هم جاییه که همه با این عکس میگیرن باش دیگه. برای توریستا جذابه. بر اساس یه اتفاق تاریخی و یکی از جنگ‌ها و اینا ساخته شده اگه اشتباه نکنم، که حالا سرچ کنید براتون میاره دیگه، میدونید چه. ببین یه مترو داره این میدون، مترو تاکسیم اسمش. اون ته هم میبینید علامتشو. از اونجا که در بیاین توی این میدون میان و این مجسمه رو که دیدین دور و برش رو خوب نگاه کنین. این مسجده خدا وکیلی ترسیدن و بعدش هم این خیابونی که اسمش خیابون استقلاله. جا خوب ببینید که چه چیزایی داره اومدین استفاده کنید. En değerli diyorum, bak en değerli, kaliteli demiyorum. خیابونه ها خوشگله. این کنجم که پر از ساندویچ فروشای ارزونه که کیفیتاشون خیلی خوب نیست، چون خوردم میگم ازشون استفاده نکنید، خیلی جذاب نیستن، ولی قیمتاشون مناسب تر از بقیه رستوران هست توی این خیابون این میدون. En değerli diyorum, bak en değerli, kaliteli demiyorum. Ama böyle çiftlik beraber alınmıyor.
böylesi yazın aldığınız. Bu sefer de 50 dakika önce. Ha, demek ki içemiyormuş o. İşte burası kalabalık değil. Türkcell'le ben bu sefer yaptım. Zor aile var. عمقو میبینین چقدر آدم در حال رفت آمده بذار یکم زوم کنم دیگه خراب نکنم Ya dikkat. Nereye çektin? Ha? Nasıl demeyeyim bana? توی تصویر دو طرف خیابون رو میبینین دیگه کامل برنده و فروشگاه مشخصه دیگه من نمیچرخونم دوربین این طرف اون طرف این داشتم میگفتم اولش این خیابون اومدین برای گردش این خیابون همینجوری تا ته که برین برنده رو که ببینین ته انتهای این خیابون یه دوراهی میشه که یه سمتش میره به سمت برج گالاتا برج گالاتا هم یکی از بناهای تاریخی و مکانهای توریستی اینجاست که وقتی اومدین اینجا اون برج هم ببینین خیلی جای جذابی برای عکس ببین این خیابون پر از خیابون فرعی هم هست اشتاتش نشونتون بدم ببینید توی اینا هم فروشگاه و کافه و اینا هست Şöyle bir mevzu var mı? Ya burada چیزی که من به گوشم میرسه ایرانیان زیادی در این خیابان رفت و آمد میکنن برای سفرهای کوتاه به استانبول خیلی خوبه این خیابون چون همه چی توش داره دیگه اگه بخوای خریدی بکنی یا گردشی بکنی خیابون با جذابیه
میخوام باحال رو حذف کنم از دایره لغتم. این میاد باز تو زبانم. تاریخ رو گفتم امروز 27 مارت مارچ 27 فروردین رو نمیدونم فکر کنم 7 یا 8. قیمت دلار هم که خیلی فرق نکرده نسبت به دیروز دیگه نشونش نمیده. این پاساژ هم هست توی میدونه خیابون استقلال که توش چند تا براند داره و 2 طبقه است. آخرش کافه رستوران داره و طبقه آخرش برندهای مختلف دیگه. نایکی به قول این خارجیان نایکی. حاجی به تو اینو برو. نوشت میاد موزه مادام تسو اگه باز اشتباه تلفظ نکنم. مجسمه افراد مشهور دنیا رو میسازن و توش میتونیم بریم باهاشون عکس بگیریم. طبیعی هم کار کردن. شاید صفحه بربری چیزی. کمی صدا نویز داره به خاطر بیسیماییه که توی این خیابون هست. توی این خیابون پر از مأموره برای حفظ امنیت. پر از مأمور با لباس شخصی، یعنی شما اصلا نمیتونی تشخیص بدی که کدومشون مأموره. خاطر اینکه امنیت رو برقرار کنن نمیدونم یه دفعه یه جا خوندم یه تعداد خیلی زیادی هن مأمورای این خیابون.
ساختمونه به چشم اومد. ببینید چی بود. یه ساختمون خوشگل دیگه هم بود، یادمه دیده بودم تو این خیابون، یادم رفت ازش فیلم بگیرم. کلیسا ها رو حتی رد کردم دیگه. همه چی رو نمیگیرم که شما اومدین براتون جذابیت داشته باشه یه سری چیزاش. خیابونه یه ذره بریم تو این خیابونه برگردیم. بازاره Hoş geldin beyefendi. Hadi. دیگه نمیرم تو تخمیر به ناکجا آباد. برمیگردیم یادم میرفت اومدم خیابون استقلال نشون بدم، فریاد داشتم میرفتم همینجوری اتوبوس رو سوار شم اومدم تو این خیابون استقلال اومدیم و تهش اگر رفتیم دیگه خسته شدیم خواستیم برگردیم با این تراموایی که اول خیابون دیدیم با اون تراموا میتونیم برگردیم و حتی میتونیم باش بریم و برگردیم، ولی لذت پیاده روی تو خیابون از دست میدیم دیگه. بعد با استانبول کارت هم باید سوارش بشیم. استانبول کارت هم خیلی چیز به درد بخوری. اگه مثلا یه نفره دو نفره اینا میاین دیگه نیازی نیست هزینه تاکسی بدیم. یه استانبول کارت بخرین از ایستگاه مترو، دستگاهاش هست، خیلی ساده است، پول میدونه کارت رو بهتون میده. یه استانبول کارت بخرین، با همون پول نقد هم میتونی شارژش کنین. بعد میتونین از همه وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید تو استانبول و هزینه‌هاتون رو خیلی کم میکنه، چون تاکسی به شدت گرون شده و کمی به صرفه نمی باشد. ببینید اینا رو میتونید سوارشین. این جلوی در می‌بینید. Ne ağlıyormuş? سوار میشیم و کارتون خانم البته چیز نداشت، اعتبار نداشته به اندازه کافی، ولی با اون استانبول کارت میزنیم و
واسه خودتون سوار میشین و میرین. الان یه دونه بود قبلا یادم نمیدونم، شاید هم 2 تا بود من ندیدم. اینجا یکی از ایستگاه هاشه که نگه میده به وسط. بهش میگن تراموای نوستالژی استانبول. خطای تراموا زیاده تو استانبول، ولی این چون مدل قدیمی است حفظش کردن هنوز اینجا برای توریستی، هم اینجا داره هم کادیکوی آسیایی. این ناخودآگاه کشیده شدم سمت چپ این خیابونه که اومدیم. ببینی این شکل که این سمت چپش یه خورده که بریم پایین‌تر یه رستوران ایرانیه به اسم رستوران ریحون. یکی از با کیفیت ترین هاست توی استانبول تو غذای ایرانی. گم نکنید همون مستقیم دارم میانم جایی نپیچیدم. Şu var ya senin beğendiğin tek. Dedim beraber Türkiye'ye gideriz dedim. Ondan sonra Artu dedi ki sen her zaman millete kandırasın. Bir zaman da sen ریگان در بچه های آبادان. Kısa boylu ya. Bloomberg'de mi ne? Bloomberg'de. بله میگفتم اینجا حمل نقل عمومیش خیلی به صرفه تر از تاکسیه. تاکسی هم که میفهمن توریستی دیگه نامردا خیلی گرونتر حساب میکنن. این خیابون هم با حال نه جذابه بی تربیت. تهش هم رستوران بهادره که نمیدونم ناراحت میشه یا نه، ولی به اسم بهادر وحشی معروف شد دیگه. نمیدونم هنوز به این اسم افتخار میکنه یا نه، ولی کسب و کار خوبی داره. خیلی هم آدم محترمیه، چیزی که شنیدم خیلی آدم خفن و باحالیه. خورده برندسازیش برای خودش شکلش باب میلمان نبود، اما اینجا بیزنس خودش داره، آدم موفقه. یادته گفتم کلیسا رو میخواستم نشون بدم، یه آدم رفت کلیسای اینجا هست. معلومه که خیلی مسلطم به خیابون استقلال. ببین این کلیسای دیگه نمیتونم برم تو کمی باید نورم زیاد کنم. بناهای تاریخی رو میبینم عشق میکنم. ورود برای عمومم آزاده، چیزی که مشخصه. بلیط هم نداره و فیلم برداری هم آزاده تا اینجا. کمی بهتره به شما ایزا بدم. Celse tengin altı.
بیرونم کردن برمیگردیم. ولی تا همون حدش جالب بود. پس فیلم برداری با دوربین حرفه‌ای ممنوعه. حاجی اومد خیرمون رو گرفت بیرونمون کرد. حاجی خدا این حاجی گفتن و اینا رو از ما بگیره. چه از حرف زدن. حالا شاید اینا رو حذف کنم توی تدوین. همونطور که میبینید اینجا این خیابون و کلا جاهای توریستی همه جا همین جوریه. من همینجوری دارم حرف اضافه میزنم. همه جای دنیا همین جوریه دیگه طبیعتا که پر از اکسچنجه که شما پولهای غیر از ترک بیارین میتونین چنج کنید اینجا که استفاده کنید. اینکه دلار بیارین اینجا خرج کنین یا یورو بیارین اینجا خرج کنین یا اینکه از همون اول لیر چنج کنین بیارین خرج کنین، من در واقع اطلاعی ندارم کدوم به صرفه تر. از کلیسا رو رد نکرده بودم. آقا این پاساژ هم از این 3 تا 100 تومانی هست. منظورم اینه که از این ارزون فروش هست. بنجل جنساشون دیگه. میگن که مثلا جنسای اصل بدون لیبل فلانه، ولی نه، بنجله. یه اتفاق جالبی که الان دیدم این بود که از این گروه‌های موسیقی و خواننده‌ها و نوازنده‌های خیابونی خبری نبود تا اینجا. نمیدونم برای ماه رمضونه نمیان تا بعد از افطار یا جریان چیه. اینجا معمولا از سر خیابون استقلال تا تاش حداقل 5-6 تا از این گروه‌ها بودن که میخوندن و میزدن و ملت هم تماشا میکردن. نمیدانم چه شده است. Ama ben yemin ediyorum bak ya. Evet ben خیابونم توی این فرعیا داشت که پر از بار بود و همش چسبیده به هم بار بود. بار مشروب خوری و
اینا خیلی باحال داشتم میگفتم، خیلی من جذاب بود، ولی نمیدونم دقیقا کجاست. اصلا ببرم میتونم گیج میج بشیم. یکم بریم تا بیایم شاید باشه تو این خیابون. اینجا نبود، اینجا هم جذاب بود. میترسم برم ته این خیابونا بعضیاشون، چون یکی از این خیابونا میره یه جای خطرناک که توصیه میکنم شما هم ندونسته این فرعی ها رو ندید. یه جای خطرناک از نظر تصویری دیگه، یعنی بریم یه سری چیزای مثبت 18 مثلا ببینیم بیفته، برای در شأن ویدیوی من نیست. در شأن منظورم اینه که شاید بخواد یه فردی ببینه که به سن مجاز نرسیده، مثلا یه کوچه‌ایه که کار بد میکنه توش. راستشو بخوای خودم هم یه دفعه رد شدم اتفاقی، ترسیدم، چون اصلا اون چیزی که عرفه نیست، اصلا ولش کن، هرچی راجع بهش حرف بزنم بدتر میشه. کوچه های سرپایین سربالایی استانبول با چه شده بعد نمیده بیفتی که این سربالایی سرپایینی ها بیچاره میشه. یه حیات خوشگل اینجا داره، همینه. من میرم اون سمت، البته نرفتنی اون سمتشو بهتون نشون میدم. بذار بریم داخلش. این حیاته رو من دوست دارم. نزدیک بود بزنم تو سرش. بازی هنگ کنگی بود. ببین شبیه شاه عبدالعظیمه، دوست داشت. این حیاته رو دوست دارم بخاطر اینکه تا میای چشت میخوره به استارباکس. استارباکس رو دوست دارم. این طرف رو نگاه میکنی دهانگر. این چه توضیح میده؟ خب دارم میبینم دیگه. Ya poz verin bari.
Ya poz verin bari. Destek olun. اینجا هم یه ایستگاه مترو داره. این ترامواره که دیدیم از این مترو هم بهتون نشون بدم. ایستگاه شیشانه. ببینی اگه آخه وسطش در بیاد یا آخرش در بیاد میتونیم با مترو ایستگاه تاکسی پیاده نشیم. ایستگاه شیشانه پیاده شیم. اینجا تقریبا آخرای خیابان استقلال در میاد. یادم رفت ساختمون رو می‌خواستم از این زاویه بهتون نشون بدم. بخش گیجم. نمیدونم همیشه اسم کردم خوشگله. ببینید شما انشالله شما هم خوشتون بیاد. اینم که تراموای نوستالژی استانبول. بستنی فروش های مسخره هستن ملت میزان سری کن. Araç buyurun. Welcome ice cream. Al buyurun. Hello, welcome to Zahid. یک کلام مسخره شم برم هی بکشه کنار جا خالی بده. اینجا جای مهمیه خاطر اینکه میبینی شبیه میدونگاه میشه. نمیدونم میدونگاه درسته یا نه ولی شبیه یه فضای بازیه. اونم که میان تا ته اینجا رو خوب دقت کن. سمت راست نریم که میره به بیراهه. حتی اگه کار داشتیم بریم کاری نداره. ولی این خیابون که همچنان مستقیمه. بچه های کار جنوبی هنوش اشتباهشون زده بودیم. این خیابون میره به سمت برج گالاتا. برج گالاتای جذاب. اینجا بارونی بود خوشگل میشد به این سنگ فرشا. هلو از ماست. یه سری چیزهای جذاب هم شاید به چشتون بخوره توی استانبول. نکن یکم نور بدم ببینی فونت فارسی رو. اینا مال زمان عثمانیه که اینا زبانشون نوشتارشون این شکلی بود. خیلی تاریخشون نمیدونم اما نوشتارشون به این شکل بود. که بعد تبدیلش کردن به لاتین و زبانشون از همه جا قرض گرفته. اومدم تو حرفم زبانشون از همه جا قرض گرفته. یعنی کلی توی زبانشون کلمات مثلا از فارسی اومده، از انگلیسی اومده، فرانسه و اینا رو دیگه حالا اگه بگم چرت و پرت گفتم ولی فکر کنم از خیلی از زبان‌ها وام گرفتن تا زبانشون رو بستن.
مغازه‌های تک فروشیه مثلا Mamma, es kommt die Galatin da. Contento di non avere. همه زبونی دیگه داریم میشنویم. ببین اینجا هم یه دوراهی میشه. این سمت راستیه نمیدونم کجا میره توی یه جایی که نباید بریم. نه یعنی این چیز نیست مثبت 18 اینه نیست. میره سمت بازار الکتریکیش. اگه دوباره اشتباه نکنم میره سمت بازار لامپ مثل این لاله‌زاره، چون یه دفعه از اونجا در اومدم یادم باشه شبیه لاله‌زاره. یه تقلبم برسونم. اگه تا اینجا اومدیم تنگتون گرفت یه وقت یه مسجد کوچولوه مال قدیمی، این مسجد کوچولوه که توش میتونین برین دشوری و یه پولی میگیره ازتون و میتونین برین کارتون رو بندازین. آدم وقتی تنگش میگیره دیگه میارزه هر چقدر ازش بگیره. Onu da oraya yapıştıracaksın, sana bir şey mi? چهل و 2 دقیقه شد. هنوز داری میبینی ویدیو رو؟ دمتون گرم بابا. راستی برج گالاتا رو واسه تعمیرات بسته بودن. بازش کردن یا هنوز بسته است؟ اصلا خبر ندارم دارم همینجوری میرم. نه دور معلومه دیگه، توش که نمیخوام برم. اگه یه وقتی این دار بست ما بست داره دیگه ببخشید، چون یادم نبود اصلا بستنش. ولی ارزشی داره این پیاده روی رو بکنید بیاید تا برج گالاتا. از اون طرف هم راه داره. ببین این خیابون تهش میخوره به پل جذاب امینونو که یه ویدیو جداگونه از اونجا میگیره. اینجا که رسیدین این ساندویچیه رو که دیدین این خیابون سمت راست. این برج گالاتاست که همونطوری که حدس می‌زدم هنوز بسته است برای مرمت دیگره. پایینش هم کافه های جالب داره برای اینکه بشینید نوش جمع کنید. از آن گفتم بخورید.
ببین این خیابونه شبیه خیابونیه که تهش میخوره به حرم امام رضا. میان ملت عکس میگیرن. حرم معلوم این خیابونه مثل خیابون حرم، چون یه خودی که برم جلو برگردم میبینید دقیقا برج گالاتا میفته وسطش. واسه همین ملت میان این تو بک‌گراند موتور رد شه، ملت میان اینجا رد نشده که هنوز. ملت میان اینجا با بک‌گراند برج عکس میگیرن. ببین دقیقا میفته وسط کوچه. وقتی این چیزاشو بردارم خیلی خوشگل میشه. الان هم خوشگل ها، قبول کنید از من اینو. Çok Tam bir ay boyunca adamın piyasayı sana verdim. O hiç geri vermedi. Ya iyi niyetine tamam bana hiç rüya takar. Ay gözüne hiç ben dedim اونایی که تو این روزا میان به هوای عکاسی با برج بدونن که برج بسته است. البته تاریخ ویدیو رو دقت کنید، اگه یه سال نگذشته باشه از ویدیو فکر کنید هنوز تو تعمیره. çok Tam bir ay boyunca adamın piyasayı sana verdim. O hiç geri vermedi. Ya iyi niyetine tamam bana hiç rüya takar. Ay gözüne hiç ben dedim